با سلام، بنده به عنوان یک فیلسوف آمدم که کاندید شوم و با روش‌های پادگانیم مخالفم. حاجی شلوار پاسداری پاتکه. چی؟ نه بابا، این پیژامه است. حالا پادگان رو بیخیال، من با روش‌های دادگاهی هم مخالفم. آقا اون یارو که این همه سال رئیس قوه قضاییه بود پسر عموی ما نبودا، اخوی جناب عالی بود. ای آقا، من اونقدر داداش دارم که اصلا نمیدونم کی به کیه. اصلا این حرفا رو ول کنید، من میخوام ساده زیستی رو رواج بدم. سلام بابا لاری. بابا جانی، اینجا هوای نیویورک خیلی خوبه، جات خالیه. شهریه دانشگاهمو کی میفرستی؟ حاجی شبیه مکرم است. تو آمریکا مشغول ساده زیستیه. شما که جیک و پیک ما رو میدونید که خفه کردید ما رو. نمیخوای رأی بدی نده، چرا تو سر مال میزنی؟